قشلق شهر اومدم اینجا دردی سر شدم، اوجا بیچاره بودم باز بیچاره تر شدم. در پایتخت وطنم نه زاود نه فابریکا، ای کورکوی را شیدک پاتینکم تیکا تیکا. قاسم جان ظریفی در این شعرش از مشکلات خود و ده ها نفر دیگر که با امید زندگی و کاری بهتر به دوشنبه آمده نتوانستند خواسته های خود را برآورده سازند قصه کرده است. قشلق شهر اومدم، شهر جای زیبا بوده، کم بغل با کم بغل بوی با بوی آشنا بوده. با صد ناز کرشمه شهر عروسی مست بوده است، با پولدار گپ میزده است، قدری به پول پس بوده است. قاسم جان ظریفی زاده ناحیه همدانی بوده 55 سال دارد. ختم کرده کالج رسامی است و به حیث رسام آرایشگر هم کار کرده است. از سال 1983 به سنگتراشی مشغول است و فارغ از کار در این تهخانه یک از بیناهای شهر دوشنبه موضوعهای مهم و داغ نظمگونه خود را ایجاد میکند. رسام در اینجا کار نیست، اینجا شاعر در کار نیست، یک نغمه دتور نیست. قشلاق میبرم میرم، فروخته گاو و خرما، مونده خونه و درما، خوریده پسی سرما. قشلاق میبرم میرم. او اینجا با دو دخترش زندگی میکند. سیاره و ستاره در کالج مهندسی شهر تحصیل کرده بعد از درس با پدر کمک میکنند. زندگی در تهخانه آنها را نگران نمیکند. وقتی که پدر همراه ما هست ما از اگان چی تنقیصی نمیکشیم، هر چیزی که میخوایم پدر به ما فراهم میارد. این به فکرم که هیچ مشکلی ندارد، وقتی که همراه پدر باشی به ما هیچ مشکلی نیست. قاسم جان ظریفی تلاش دارد زندگی دخترانش را خوب کند و شرایط بهتری برای آنها فراهم آورد. بعد درس میآیند یاردم میکنن، بسیار کرور از سنگور می نویسن. خیلی با یک جوانمرد 40 هنر کمه دختر هم باشن، بسیار نه از همه را یاد گرفتگی، بسیار سنگور چون کار میکنن می نویسن، کمپانوفکا میکنن. او میگوید مردم تاجیک بسیار مردمی بناموس است اما تلاش کمتر میکند. با بازار میدرویی میگویی که در خطایی قربایی، خطایی توری مویی، گردنبند تیلایی، با کلام الهی، حتی دوستی بابایی شده است امروز خطایی. زندگی در این شهر برای این ایجادکار مشکل‌های زیاد دارد، اما وی امیدوار است که وسیله پیدا کرده و روز و روزگارش را سامان میبخشد.